تمام برابچه ها و با معرفت های محل مثل برق میدوان تا یه مژده بدن و یه مژدگانی بگیرن. آخه میدونین شاطر رمزون شاطر محل که رفته بود فرنگ با هواپیما برگشته و برای مامی و پاپی یه سوغات عالی آورده. او پاپی، این هست پاپی سگ قشنگ من. شما یه پاپی هست، اینم یه پاپی هست. من یه پاپی، اینم یه پاپی. پاپی از سوراخ کلید، شاطر از زیر زمین، جاهلا از اتاق، ژیگولا از ماشین، همه رفتن تو نخ این نازنین. خدایا چی دارم میبینم، چه گناه کبیره. خلاصه حاصل این رقص و شادی، این تعقیب و این جنگ فیلمی زیبا به نام سوغات فرنگ. چرا همچی کرد مادر؟ یالا زود باش کاراتو بکن. اربای بابات باید بیای پایین بشینی پای تشت و رختای موسی و رمزونو بشوری. تشت چی؟ سوغات فرنگ، رهاوردی جالب برای دوستداران خنده و هیجان. سوغات فرنگ شرح زندگی یک آدم از فرنگ برگشته بخت برگشته است که ناگهان معشوقه خوشگل و فرنگیش هم قاچاقچی جواهرات از آب در میاد. با این افتضاح دنیای پر از صفا و صمیمیت دوستانش به هم میریزه و اضطراب و التهاب جانشین صفا و آرامش میشه. من و تو باید امروز و فردا حسابمون رو تصفیه کنیم. بیشتر تو کثیف‌ترین مردی هستی که من میشناسم. تو خیال میکنی با این عمل میتونی منو تصاحب کنی؟ جیگرم آتیش گرفته. چطور؟ باز چه با؟ مادر این دختر طفل معصوم مسلوله. سوغات فرنگ گذرنامه است برای عبور از مرزهای شادی و خنده و هیجان با بهترین آهنگ‌ها و جالبترین رقص‌ها. سوغات فرنگ با هنرنمایی هنرپیشگانی چون مصدق، یک جاهل با معرفت که هنوزه هیکلش تکه. در منکرش لعنت. شما نفهمین کی بفهمه؟ احتیاط جان سهمشی. اسدزاده، شاطری که با یک بار فرنگ رفتن زبون مادریش هم از یاد برده. من موافق هست تو هیچ رقصید. رضوان، یک دختر فرنگی تمام عیار، عاشق رقص بابا کرم. بابا کرم دوست داشت. شاهین، یک بدنی که مثل شاهین به سر دشمنانش فرود میاد. گیل، یه آدم بیغم و عاشق سیر و سیاحت. اون فرنگسونی که من دیدم در زمینی است که ایمون فرنگ داده به باد. حالتی، آدمی که هرچی پول در میاره خرج سلامتی رفقا میکنه. همین یه ساله در حدود 10,000 تومن خرج کیسه صبر زردابش کردم. با شرکت آرزو، ناهید و آراسته که مثل سامسون معروف هرچی زور داره تو موهای سرشه و طاقت دیدن رقیبو نداره. سوغات فرنگ، یک سوژه ابتکاری، یک سر و گردن بلندتر از همه فیلم های فارسی، قصه ای از شادی ها و غم ها و یک سوغاتی عالی برای اونایی که فرنگ رفتن یا فرنگ نرفتن. سوغات فرنگ.